سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من امیر MP4 هستم و امروز این ویدیو رو ساختم که یه حاد خیلی خوب و 4 انگشتی رو به شما بگم و آخر ویدیو این حادو نشونتون میدم. خب این اول یه آموزشایی داره، مثلا میبینید با حاد بازی کردم، بعد ویدیوهای بیشتری درباره اینکه بازی کردم داخل خود کانال هست. اینجا یه ویدیوهای کمی رو گذاشتم و ویدیو خیلی خوبی شاید نباشن، خیلی ویدیوهای کمی گذاشتم همینجا ببینید. خب بعدش هم که شما میدونید که ما هر وقت 50 تا شدیم قرعه‌کشی 240 تا CP رایگان میذاریم. با خود همین خیلی نزدیک ما هستیم، با خود همین ساب کنید و به دوستاتون بگین ساب کنن تا 50 تایی بشیم و قرعه‌کشی رو انجام بدیم. خب حالا بریم سراغ ویدیو. خب حالا اولا رو داریم میبینید. خب یه شات نیست، یه شات نه، وان شات اصلا بیوای باشه. خب اینجا یکی 117. خب داریم بازی شاید خوشتون زیاد نیاد از ویدیو، ولی اگه میخواید ویدیو درباره بیشتری درباره مثلا بازی با این هادو ببینید داخل خود کانال گذاشتم، حتما برید ببینید دیگه. و لایک و ساب هم یادتون نره، همین الان برید ویدیو رو لایک کنید تا بریم سراغ ادامه ویدیو. خب اینجا یه شد میستادم، دومی میستادم، سومی هم دیگه میست ندادم دیگه. اینجا با اسنایپ بعدش هم شاتو فقط با شاتگان نیوردم، یه هم با شاتگان یعنی آوردم، فقط با شاتگان نیوردم، با گان و اسنایپ هم آوردم. مثلا اینجا اومدم یه کیل لوزی کردم، اینا هم یه کیل یارم بود کیلش کردم. خب اینجا هم نامرئی زدم و رفتم اینو بزنم. اینجا هم مثلا یه دمیج اول با اسنایپ دادم ببینید، بعدش اومدم با شاتگان یه شات اینجا زدم، با شاتگان 2 شات زدم نباخت. این وومی هم زدم بعدش، یعنی یه 150 دمیج با اسنایپ دادم، بعدش باز 3 تا شات با بیوای هم باز زدم بعدش. خب اینجا با این کارش رو تمام کردم. چند تا ویدیو هم با این گان گذاشتم براتون که حال کنید. خب اینجا هم زدیم یکی سایفه هستش، شاید ویدیو خوشتون نیاد دیگه، بازم دارم میگم ویدیوهایی میخوایم بیشتری درباره ببینید با شاتگان اسنایپ این چیزا داخل خود کانال هستش، برید حتما ببینید. خب اینجا یکی سایف دمتیکش هم گرفتم، رفتیم حال یکیشون اینجا زدیم، یکی داشت لود میکرد، اینجا هم باز داشت لود میکرد، اینجا هم یکی زدیم. خب اینجا رو حتما ببین، اینجا یه پسر نامرئی زده بود، اصلا معلوم نمیکرد، اصلا نفهمیدم. اینجا واسه میدم یه نفر داره میاد، حتما بوله با خودم الکی تیزم دیدم، بله داره میاد، خیلی چانس آوردم اینجا. ولی خب اینجا هم آخر بازی بود، همونه با یکی سیف اومدم اینجا 3-3 بودیم. اینجا یکیشون من زدم. خب اینجا هم تیپ زدم میرسم، این الان اینجا هست، خواستم از پشت دیوار بزنم که خودش اومد بیرون. خب دومی هم زدیم و خب تک به 3. الان الان یارم یکیشون میمیره میوازه، یکی دیگه هم میوازه، فقط یه تیر مونده، 2 تا تیر مونده بزنیم. خب الان بریم لیتس گو، بریم سراغ هاد. خب این خودتون تماشا میکنید، پر رنگش میکنم که بهتر ببینید، یه خود وایسید پر رنگش بشه کامل. خوب دیگه و دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. لایک، ساب و کامنت یادتون نره و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.